آش داریم. چه آشی؟ میخوایم این آش ماست خوشمزه و همانطور که میبینید خوش رنگ و لعاب رو با هم درست کنیم. پیاز نگینی خرد شده رو داخل قابلمه میریزیم و سرخ میکنیم. نرم و سبک که شد، زردچوبه و سبزی‌های معطر خشکی که تو کپشن نوشتم رو میریزیم و تفت میدیم. بعد نخود از شبقیز شده رو اضافه میکنیم، آبش هم اندازه میکنیم و میذاریم تا 3 ساعت بپزه. نخود که پخت، عدس رو اضافه میکنیم و دوباره نیم ساعت دیگه زمان میدیم تا عدس بپزه. و بعد برنجو که بهتر نیم دونه باشه میریزیم و 1 ساعت دیگه صبر میکنیم تا آشمون لعابدار شه و جا بیفته. بعد سبزی آش رو اضافه میکنیم، داخل یه تابم نعنا و زردچوبه رو تفت میدیم. پیاز سرخ شده رو هم اضافه میکنیم و حالا این ترکیب رو هم به آشمون اضافه میکنیم. مرحله آخر که اضافه کردن ماست رو با سیر ترکیب میکنیم و کمی از آش رو به ماست اضافه میکنیم تا همدما بشن و بعد به آش اضافه میکنیم تا نبره. خوب با هم مخلوط میکنیم و حالا آشمون آماده است. تو ظرف مورد نظرمون میریزیم و با پیاز داغ و سیر داغ و نعنا داغ و ماست تزیینش میکنیم. امیدوارم این آش خوشمزه رو درست کنید، از خوردنش لذت ببرید. نوش جونتون.